با نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز زاویه نیوز. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور سالم صحت من باشین. باز هم مصاحبه ویژه داریم و خوشبختانه امروز سمی جان فیضی قهرمان مبارزات آزاد با خود داریم. آقای فیضی خوش آمدید به مصاحبه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما و خدمت تمام بیننده عزیزتان. و نخستین سوال می‌خوایم از اینجا آغاز کنیم که مسابقه که گذشت چه قسم یک مسابقه بود و در کدام سازمان بود؟ بسیار خوب. قسمی که تمام دوستا و وطندارا در جریان هستند، مسابقه ما در تاریخ 11 اپریل در کشور روسیه سازمان فایت نایت AMC که یکی از بهترین سازمان‌های دنیا می باشد، در وزن 77 کیلو با یکی از حریفای قوی روسی روبرو شده بودم که خوشبختانه توانستم حریف ما شکست بدم و یک خوشحالی و افتخار به وطنم کمایی بکنم. بسیار عالی. چقدر آمادگی گرفته بودی به خاطر این مسابقه؟ در داخل آمادگی گرفتی، در خارج؟ میشه درباره از این بگی بر ما؟ والا در تمام تلویزیون‌ها و سوشل میدیا گفته میگه که به این مسابقه یگانه مسابقه این بود که قدر آمادگی خاص نداشتم به خاطر که مریض داشتم. امروز از اونا در کشور هندوستان به خاطر 20 روز بستر بودم. وقت از هندوستان برگشتم به وطن 17 روز به مسابقه مانده بود که 15 روزش ما تمرین کردم و امو اعتماد به نفس و تجربه 15 ساله که در ورزش MMA داشتم سر خود محاکمیتم بالا بود. گفتم شکستش میتم، ولی در قفس که وقت امرای حریفم روبرو شدم واقعا حریفم بسیار قوی و پرقدرت و با تجربه بود، چونم ریکاردای MMAش از ما که در بالا بود با تجربه مویتای کیک بوکسینگ روسیه را هم داشت، 2 کمربند مویتای داشت. یک حریف تکمیل و با پاور و با قدرت. دست کم نگرفته بود حریف؟ ما امیرم گفتم نه که حریف ما دست کم گرفتم، چون یک ذره قوارتن چیز معلوم میشد. به او خاطر وقت داخل مبارزه شدیم دیدیم که او بسیار تیار بود. خوش شکر خدا که شکستش داد. بسیار عالی. سمی جان در مورد ریکاردها گفتی، چند مسابقه MMA داری و چند تاش داخلی است چند تاش خارجی است؟ میشه برام بگید؟ ما خو تقریبا 15 سال میشه این ورزش MMA را میکنم که وقتی که ما او ورزش میکردیم پروفشنال نبود. ما 12 مسابقه آماتور بیرون مرزی انجام دادیم که تمامش برنده شدیم، نباختیم و این نومین چیزم بود. مسابقه حرفه‌ای ما بود که تقریبا 6 پیروزی شد، 2 باخت و یک مساوی. مسابقه پروفشنال در مجموع 22 مسابقه. و سازمان چطور براتون مسابقه بعدی رو امروزشون قرارداد کردین؟ در مورد مسابقه بعدی امروزتون صحبت کردن نکردن؟ وقتی ما مسابقه کردیم رضایت سازمان ما به دست آوردیم و به جناب لاو صاحب سازمان تایید کردن که فایترهای بسیار عالی درخشیدن و ما قرار است 4 ماه بعد در ماه آگوست بازم در می سازمان فایت نایت بازم یک بار دیگه مسابقه بود. حریف مشخص شده کی است؟ هنوز حریف ما مشخص نیست، ولی 1 ماه 1.5 ماه که با فایت بانه حریف مشخص میشه. توقع دارین چه قسم یک حریف این بار مقابلتان قرار بگیره؟ هر مسابقه را که یک فایتر پشت سر میگذرانه لیولش بالا میشه. طبعا حریفای قوی و سخت میآید و با ما فرق نمیکنه که حریف ما قدر قوی باشه. لذتش دمو است که یک حریف با قدرت و با تجربه را شکست بدی، اما ناز و نوازش مردم هم که میبینی میارزه. ولی یک حریفش ضعیف و با بی تجربه و کمزور اگر شکست بدی واقعا احساس و خوشی نمی داشته باشی و ما همیشه خواستیم و توانستیم حریفای با قدرت سازمان‌های داخلی هم با شما به تماس هستن، خواستن هم رایتان قرارداد کنه. خودتان میخواین با سازمان‌های داخلی قرارداد کنین داخل کشور مسابقه کنین؟ بله، برای ما از طرف سازمان‌هایی که در داخل افغانستان مسابقات MMA را برگزار میکنه چندین بار پیشنهاد شد، ولی همو شرط و شرایط را که ما داریم، همو خواستایی را که ما داریم، کدام امکانات را که با ما در مسابقات بیرون مرزی سازمان‌های بیرون میته احیانا یا قبول بکنن، ما حاضر هستم مسابقه کنم با یکی از حریفای بیرون مرزی در داخل افغانستان. بسیار خوب. چرا رشته MMA انتخاب کردی؟ صادقانه بود. یک ورزش بسیار خشن است به نظر. ورزش MMA به خاطر که بسیار سر زبان است و جنگ زیاد از دیش، یعنی تو ارمان بدل نمیمونی که کاش که از مشتم استفاده میکردم، کاش که از کشتیم یا کاش که از لغتم یا از سب میشنایم.
یک ورزش تکمیل است. یعنی یک فایتر هیچ وقت ارمانش در دل نمیمونه، میتونی که آزادانه هر چی توانایی داری در قفس استفاده کنی، به این خاطر خوشم میاد. سمی جان، از لحاظ امکانات برای ما بگین چقدر امکانات دارین، چقدر از طرف حکومت حمایت میشین؟ میشه برای ما بگین؟ بدبختانه که از طرف دولت و حکومت هیچ حمایت نشدیم و توقعش هم نداریم، به خاطری که زیاد گفتیم از این 15 سال که ما گفته رایستیم صدای ما رو کس نمیشنوه. هیچ دیگه توقع هم نداریم. تمام امی امکانات ناچیزی را که ما با خود مهیا ساختیم از جیب و شخصی خود ما، کلب ساختیم و همو زمزک و یا همو وسایلی که بالایش تمرین میکنیم خود ما با خود مهیا ساختیم. بزرگترین امیدتان کی است؟ حکومت است، فامیلتان است و یا آن مردمتان؟ فامیلم و مردم عزیزم. حکومت بدبختانه که نیست. توقعتان از مردم چی است؟ شب که شما برنده شدیم، شاید بسیار نوسامانی‌ها در کابل بودیم، شلیک‌های خیلی زیاد شد. بله، خوشحالی مردم افغانستان از قدیم یک رسم مانده که خوشحالی را ما با فیر و شلیک تجلیل میکنیم. فقط خوشحالی وطندارای ما میخوایم. اون زخم و ضرباتی که بالای سر و صورت وارد شد در اون مسابقه، فقط یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما بتانیم در این شو یک فایت واقعی را که چندین سال از بدبختانه ندیدیم، یک فایت واقعی را یا به یک رقم یا به دیگر رقم، خب فایترها مختلف است، ولی یک فایت واقعی را تقدیم کردیم به وطندارای ما و تمام از یا خوش شدن. آرزوی ما اینمی است که وطندارای ما خوش باشن و ما را همیشه حمایت و دعا بکنن. بس فایت واقعی را گفتین، ما از چندین ورزشکارهای دیگه هم شنیدیم که فایت واقعی، آیا فایت های غیر واقعی هم هست؟ بله، ما شما شاهد هستیم، میبینیم هفته و دیگه با 2 انگشت پت نمیشه. زیادتر ورزشکارای ما مردم افغانستان بسیار فریب دادن با فایت های دروغیشان، ولی حال مردم میفهمن فایت حقیقی و فایت جعلی را تشخیص میتونن. اون فایت را که شما از ما و اژانس های دیدین دیگه دو، یعنی 1% هم کسی شک و شبه نمیکنن، به خاطر که جنگ واقعی بود. یک فایت واقعی بود، ولی دیگه فایت های قهرمان های دیگه را که ببینین معلوم میشه. خب بسیار خوب، بگذاریم از این بحث. آقای سمی، میشه در باره بگین که بزرگترین الگوی شما کی است؟ کی را براتون الگو قرار دادن، البته در عرصه ورزش؟ ما خو یک فایتر کانادایی است به نام جورج استن پیر، یعنی GSP، که بسیار زیاد سبکش هم و تکنیک و تکتیک و حرکات مسابقاتش بسیار خوشم میاد. از اوایل الگویم بود، خوشم میامد و ما کوشش میکنم که هم لیولش خود بسازم و تکنیکایی که استفاده میکنه. یعنی یک فایتر تکمیل است و ما آرام آرام کوشش کرده میریم که جایگاهش بگیریم. آرزوی چی است سمی جان؟ آرزوی می است که وطندارای ما خوش بسازم با افتخاراتم و در سازمان بزرگ دنیا UFC یک روز را پیدا بکنم و اوجا هم بتانم افتخار کنم. انشالله اگر می قسم پیش برین مطمئن هستم در سازمان UFC هم را پیدا میکنین و با امید امروز روز که شما در سازمان UFC را پیدا کنین. اگر پیام اخیر دارین کامران اینا در خدمت شما. تشکر از شما، از تمام بینندگان عزیز. دیگه بازم تمنا دارم که تمام دوستایم وطندارایم ما را در دعای خود فراموش نکنن، به خاطر که 4 ماه بعد بازم در فایت نایت مسابقه داریم و یک بار دیگه بتانیم که تمام مردم افغانستان خوشحال بسازیم. خب سمی جان، با امیدی که بیرق سرنگ عزیز کشور ما را در مسابقه بعدی هم بلند کنین. و دوستای عزیز، این بود مصاحبه ویژه امروزی ما. تا مصاحبه دیگر، خدا نگهدارتان.